سلام بچه، خوش اومدید به یکی از به ویدیوی جدید من. بچه اومدیم ماینکرافت هاردکور پارت چندیم؟ پارت 5 فکر کنم اگه اشتباه نکنم. آره پارت 5. کسایی که نمیدونن چه اتفاقی افتاده داخل پارت‌های قبل برن حتما پارت‌های قبل رو ببینن. کسایی هم که دیدن پارت‌های قبل رو بیان ببینن. خب بچه ویدیو شروع می‌کنیم. توی پارت قبل نقشه گنج پیدا کردیم ولی نتونستم پیداش کنم. نگاه اگه دقت کنیم نقطهش یه جوری اصلا نمیدونی باید کدوم ور بریم. مثل فعلا درش بیارم کجا بریم؟ بالا میکنیم. امروز هدفم اینه که بگردم دنبال یه ویلیج و خلاص بچه کی نظرشه بریم به جا غذا اینو بکشیم؟ نه ولش کن، نمیخواد غذا تا دلت بخواد داریم. 15 تا گوش بذار به علاوه 8. اینو بچه چه من اول ویدیو گفتم، البته نه اول ویدیو فکر کنم پارت 2 بودیم هنوز، گفتم که من عاشق این درختام. نگاه کنید بچه کجا هم رشد کرده، زیر آب. بچه راستی یه داستانی میخوام براتون تعریف کنم، مال جریان 2 سال پیشه. من 2 سال پیش خب دیگه میخواستم یوتیوب رو شروع کنم که ویدیو بذارم تو یوتیوب و اینا، ولی خب ببین دوست داشتم ماینکرافت کامپیوتر بذارم. من یه کامپیوتری داشتم زغالی، یعنی قشنگ بخوام بگم زغالی، حداقل مال 13 سال پیش بود، مال نمیدونم کی بود، مال دانشگاه، مال موقعی که بابام دانشگاه بود اونو خریده، خیلی وقت پیش. چرا انداختمش؟ کیو زدم به جا دبلیو. خلاصه که من سعی داشتم روی اون بزنم و لصق میشد جالبه روش، ولی چی نداشتم؟ قایقم کجاست؟ اینترنتش نه با سیم وصل میشد، خیلی ضعیف بود. اصلا تو میخواستی یه جایی رو باز کنی سرچ کنی باز نمیکرد. اصلا یه ویدیو رو شاید بگم 2 ساعت طول میکشید تا باز کنه، اصلا معلوم نبود چش بود. خلاصه دیگه این لپتاپ بابام گرفت، خیلی هم سنش نیست من دارم باشه این کارا رو میکنم. این لپتاپ بابام گرفت دیگه. این ویندوزش اول فکر کنم 7 بود، مثل همون قبلیه بود، کامپیوتر بود. ویندوزش 7 بود ولی خود دیگه ارتقاش دادیم به 10. قدرت ویندوز 10 رو داشت، اینطور خیلی ضعیف نبود. درش که کردیم دیگه کلا همه چیش خوب شد، قشنگ همه چی روش نصب میشد. با همین گفتم چرا نیام با این ویدیو بذارم، ولی خب زیاد خوب نیست واسه یه ماینکرافت. مثل الان دیگه کلافه میشه آدم تا بخواد یه دقیقه باش قایق برونه. خب بچه من یه دقیقه تا یه خشکی پیدا کنم ویدیو استاپ میکنم، چون واقعا خیلی تا کنم چون طول میکشه. نگو همینجاست خشکی، اگه میذاشتمش بدبخت لود کنه. بچه ها روین پورتال اونجاست، اصلا اسمشو درست گفتم، پورتال نیمه کار فارسیش میشد. بریم آقا ببینیم چه لوتایی داره. امیدوارم لاوا داشته باشه دیگه ندر بریم. البته واقعا دوست دارم آیرونیش هم حداقل برم ندر. چیه بابا یه دفعه قشنگ بمیری، بازی هاردکوره
بلیزه به دمیج بزنه نیمجون میشی بدون آرمور. یه دونه اینجا گل داره بچه، لابا داره ها، ولی به اندازه‌ای که بخوای نیست میکنم. نه خب بچه لودستون داره، لودستون اسمش، آره بچه لودستون خیلی، آخه این به درد چی میخوره وقتی سیلک تاچ داره؟ حداقل این بیلو برداریم. اینجا شما برید، نه اینو میخوام. اینا آمبرکینگ 2 نمیدونم چیه این چنته، میزنیمش هرچی بهتر از هیچیه. خب بریم آقا یه جای دیگه، خدا کنه این نزدیکا ویلیج باشه. من بایستا رنده رو یکم کم کنم، دارم میمیرم. مردم رندراشون تو سر 13. بچه دارکوک، بچه ها نمیدونید من چقدر بایوم دارکوک رو دوست دارم. اصلا از چوبش انقدر خوشم میاد، از بایومش هم خیلی خوشم میاد. به نظرم نریم، دوست دارم بریم ولی نریم، چون که اگه بایومش خیلی بزرگ باشه، از اون تو میره تو دل جنگل. اینجا نه تاریک ماب و اینا زیاد اسپام میکنه. من چند بار شده موقعی که داخل گوشی بازی میکردم بمیرم با خاطر اینکه داخل دارکوک بودم. من سپلینگ واسه میکنم داره شب میشه. بریم اون بر. بچه راستی یه ویدیو ساختم داخل سرور خودم، گذاشتمشم توی یوتیوب. از این سگا گذاشتمش داخل یوتیوب. بچه حالا برید اونو ببینید، ویدیو رو کشتم داخلش، ببینید که چه با چه اتفاقای بدی روبرو شدم. حالا برید ببینید چیه. من ویدیو استوب میکنم، برم یه ویلیج پیدا کنم بعد بیام. با بچه بالاخره یه ویلیج پیدا کردم، پاره شدم تو اینو پیدا کردم. بچه دوتا بیلمونم بر اثر بالا رفتن از برج و رنده رو بردن تا آخر و اینا شکستن. کاشه که انویل داشتم یکی دوتا رو قاطی میکردم، حداقل یه آمبرکینگ با افیشنسی بی داشتم. بچه فهمیدم چرا انقدر لگه. من ویدیو رو که استوب کرده بودم خیلی بازی روون اجرا میشه. این احتمالا با خاطر دوربینه، با خاطر دوربین و ضبط کردنه. آها خب یه دقیقه فکر کردم ویدیویجر ندارن اینا. خب بچه الان باید چیکار کنیم؟ شغلاشون رو بکنیم که ایشالا پارت بعد یه تریدین بایستا بینم. خب بالاخره اینا هم خیلی دوست دارم. یا رو بذاریم تو این دیگه. بچه شالکر باکس بهتری یا اینا؟ به نظر من شالکر باکس خیلی بهتر از ایناست. واقعا اینا نمیدونم بازشون چیه، نمیتونی بیشتر یه سگ داخلش چیز بذاری. یه چیز دیده بودم میشد بیشتر گذاری. خب فول شد دیگه، به درد چی. دوست دارم شغلاشون الان بیام بکنم همه رو که ایشالا پارت بعد تریدین هال بسازم. بایستا چی دارم میبینم الان میرم حسابشو بکنم میرسم. اینو بکن. به درد چی میخوره آخه؟ چی میذارم تو این جستا؟ غذا پوله دیگه، برای چی بریم؟
بیا بخورش. خب آقا اینا مپن به دردمون میخورن، اینا کاغذ همشون به درد میخورن. البته واسه یه الایتر، نه واسه اینکه مپ بزرگ درست کنیم یه ویلیج دیگه پیدا کنیم. این چستش بچه تموم شد. کامپس لودستون داریم. این یعنی چه کامپس لودستون؟ کامپس باز کن دیگه. اینجا میدم. اینو میخوام، اینو میخوام. شغلات میکنم پارش ندارم. این هم یه شغل دیگه که میخواست منو گول بزن. فکر کنم اینا هم بود، یه نوع این خونه هم بود اونور. این چی داره تو خونش؟ نه اینا نداره. من برم شغله رو همه رو بکنم. یه چند تا ویلیجر هم باید گیر بندازم دوتا. هم که مشاله خود ویلیجر رو برامون گذاشتن. اونا رو بکنیم. وات؟ این باگه! به قرآن این باگه! نمیدونم دیگه چی بگم واقعا. یعنی دارم یه چیزایی داخل بازی میبینم. موجانگ بیا جون من نکش. اگه منو کش همینجا کامپیوتر رو میشکنم. بیا. این که من دورم خیلی ازش. خور تو کوی. قشنگم. اینجا میخوام بکشمت. نگه بچه اینو کشتم. واقعا میخوام سراغ دوتا ویلیجر را برم گیرشون بندازم. ممکنه اینا دی اسپان شن یا زامبی. الان یه جا بسازم. یه جا بسازم توی یه خونه گیرشون بندازم یا نه. این شغل داره و ببینم از کجا شغل داره. کل شغل رو نکردم. یا گشتم. بعد کل تختارم میکنم. شب که شد بیا اینجا. بچه من یه جا واسه اینا بسازم. یعنی بچه حد نداره من چقدر این ویلیجر رو بدم میاد. وای بچه بالاخره یه جای واسه ویلیجر رو ساختم. ویلیجر رو با 1001 بدبختی آوردم داخل. بچه یه بار دوتا ویلیجر رو گیر انداختم با قایق آوردمشون. بعد یکی دیگه بیرون بود. فقط یه دونه دیگه مونده بود. میخواد من نمیدونم کرمم گرفته بود اونو بیارم. اونم بیارم به همین دوتایی که دارم. یه مغزم میگفت همین دوتا خوبه بیلیدشون میکنیم. عقلم میگفت نه. یعنی چی مغزم میگفت این. قلبم میگفت که نه ستا رو بیارم. خلاصه دیگه در باز کردم که ستا اون یکی هم بره داخل به امید خدا. خب متاسفانه دوتاشون اومدن بیرون و سومی هم نرفت داخل. خلاصه با 1001 شغل دادن و ندادن رسیدیم به اینجا. بچه مرسی که این ویدیو رو دیدین. پارتای قبلی هم اگه ندیدین برید ببینید. اگر هم دیدم خب هیچی بمونید تا پارت 6. ویدیویی هم که ویدیو رو کشتم اونم ببینید اگه دوست داشتی. و خداحافظ بچه ها.